از این برادران پیوسته به دولت در موقعیت پل خراسان شهر شبرغان، علما، محاسن سفیدان، بزرگان، مسئولین ادارات دولتی و شمار کثیری از باشندگان شهر شبرغان و ولسوالی های دهگانه جوزجان استقبال و پذیرایی به عمل آوردند. این برادران ما که از سوی مردم به گرمی بدرقمی گردیدند، رهسپار مهمانخانه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در شهر شبرغان گردیده و به حضور داشت الحاج بایمراد قوینلی، سرپرست مقام ولایت جوزجان، عزیزالله کارگر، سرپرست ریاست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی و عده‌ای از مسئولین امور سلاح‌های دست داشته خویش را به پروسه صلح تسلیم نمودند. در محفلی که به مناسبت پیوستن این برادران ما به پروسه صلح در آن مهمانخانه برگزار گردیده بود، سرپرست مقام ولایت جوزجان، عزیزالله کارگر، سرپرست ریاست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی طی صحبت‌های جداگانه ضمن آن که پیوستن این برادران ما را به پروسه صلح یک گام مهم در راستای تامین صلح و امنیت در ولایت جوزجان تلقی نمودند، از سعی و تلاش معاون اول ریاست جمهوری افغانستان قدردانی نموده گفتند در اثر سعی و تلاش و شور و مشوره معاون اول ریاست جمهوری بود که امروز شمار کثیری از هموطنان ناراضی ما به حقانیت و مزایای صلح پی برده، از مخالفت با دولت دست کشیده و به پروسه صلح پیوستند. مردم جوزجان از توجهات همیشگی و دلسوزانه معاون اول ریاست جمهوری در تأمین صلح و امنیت، تحکیم و اتحاد و اتفاق میان مردم شکرگزار می باشند. همچنان عزیزالله کارگر سلام‌های گرم معاون اول ریاست جمهوری را برای حاضرین وسیله شده و در مورد نتایج و هدف سفر معاون اول ریاست جمهوری با ولسوالی درساب معلومات مفصل ارائه نمود. همچنان در این محفل مولوی مفتی نعمت الله به نمایندگی از افراد پیوسته به پروسه صلح پیرامون مزایای صلح و امنیت، برادری، اتحاد و اتفاق از دیدگاه اسلام مفصلا صحبت نموده گفت مردم و کشور ما به بازسازی نوسازی نیاز دارد که این کار بدون تامین صلح و امنیت امکان پذیر نیست. جنگ راه حل نبوده و با درک این موضوع به دعوت معاون اول ریاست جمهوری با دل و جان لبیک گفته و به پروسه صلح پیوستیم تا در کنار شما و دوشادوش شما برادران به خاطر تامین صلح و امنیت، آبادانی کشور و رفع نیازمندی های مردم صادقانه خدمت نماییم. ان شاء الله به یاری خداوند متعال و همکاری همه شما به این امر بزرگ میهنی و اسلامی نائل خواهیم آمد. در ختم محفل الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم طی تماس تلفنی سلام‌ها و تمنیات نیک رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را به حاضرین رسانیده افزود آرزوی من تأمین صلح و امنیت در سراسر افغانستان است که انشالله به یاری خداوند متعال و همکاری بی‌دریغ شما و تمام مردم افغانستان به این هدف انسانی و اسلامی خیش نائل آمده و گام‌های استواری را در شکوفایی کشور و رفع مشکلات و نیازمندی های شما برخواهیم برداشت.